پنیک کردم. احساس مرگ داشتم. احساس می‌کردم همین الانه که کنترلم رو از دست بدم. تمام مفاهیمی که تو زندگی روزمره ازش به عنوان پنیک یاد میشه کاملاً متفاوت هستند با مفهوم روانپزشکی پنیک. پنیک همیشه با یک تریگر شروع میشه. تریگر یعنی ماشه چکان یا چیزی که شروع کننده اون پنیکه. تریگرها میتونن درونی یا بیرونی، خودآگاه یا ناخودآگاه باشن. مثل وقتی که شما به جایی میرید که خاطره بدی از اونجا دارید یا یک مسئله درونی مثل اوورتینک کردن، فکر کردن، مضطرب شدن از درون باعث حمله پنیک بشه. اون تریگر اولیه باعث فعال شدن آمیگدال در مغز ما میشه. آمیگدال در واقع مسئول شناخت هیجانات، احساسات، خطر و تهدیدهایی که به مغز ما وارد میشه. و بعد فعالیت آمیگدال باعث ترشح آدرنالین میشه. آدرنالین در واقع یک سری علائم بدنی رو مثل تعریق، احساس تپش قلب خیلی شدید، حس از دست دادن کنترل رو به وجود میاره، اما هنوز ما پنیک تجربه نکردیم. حمله پنیک از جایی در واقع شروع میشه که مغز ما شروع به بزرگ کردن و فاجعه سازی اون اتفاق میکنه. یعنی اگر احساس میکنم تپش قلب دارم، تعریق دارم، احساس بدی دارم در بدنم تجربه میکنم، حس میکنم الانه که کنترلم رو از دست بدم، حس میکنم ممکنه بمیرم، ممکنه دیوانه بشم، ممکنه کسی نتونه به من کمک کنه و جونم رو از دست بدم. وقتی مغز ما این علائم بدنی رو، این سنسیشن ها رو بسیار فاجعه بار تفسیر میکنه، دوباره ما وارد مدار قبلی میشیم. یعنی دوباره فعالیت آمیگدال بیشتر میشه، باعث ترشح بیشتر آدرنالین میشه و ترشح بیشتر آدرنالین باعث احساسات بدنی بیشتر و فاجعه سازی بیشتر میشه. تا اینجای کار بیشتر درباره بخش نورولوژیک و نوروساینس حمله پنیک صحبت کردیم. از اینجا به بعد بیشتر وارد بخش روانشناختی میشیم. بخش روانشناختی وقتی شروع میشه که میخوایم حمله پنیک رو تموم بکنیم. حمله پنیک جایی تموم میشه که بخش پریفرونتال کورتکس ما وارد این چرخه میشه و تفسیر درستی از علائم ما به بدن ما ارائه میده. در واقع بخش پریفرونتال کورتکس میگه فاجعه‌ای در کار نیست، این علائم طبیعی‌اند، علائم اضطرابی دارن تجربه میشن و به زودی فروکش میکنن. وقتی این اتفاق میفته استیل کولین ترشح میشه و تمام اون علائم بدنی فروکش میکنن. خیلی وقتا این سوال از من میشه که آیا پنیک عوارض فیزیکی و قلبی جدی داره؟ نه. پنیک هیچ عارضه قلبی و فیزیکی ایجاد نمیکنه. هیچ خطر فیزیکی نداره و هیچ وقت تا حالا گزارش نشده که هیچ جای دنیا کسی رو کشته باشه. اما این به این معنا نیست که پنیک خطرناک نیست. خطر اصلی پنیک در اجتناب روانشناختیشه. در واقع وقتی که کسی پنیک رو تجربه میکنه برای دفعه‌های بعد بسیار مضطربه و میترسه که نکنه از خونه خارج بشه یا وارد محیط اجتماعی و عمومی بشه و پنیک رو تجربه کنه و از کنترل خارج بشه، کسی نتونه بهش کمک بکنه. این اجتناب عملاً زندگی افراد دچار حمله پنیک رو دچار اختلال جدی میکنه. نمیتونن از خونه بیرون برن، احساس خوبی تو جاهای عمومی ندارن، نمیتونن با ماشین رانندگی بکنن و حقیقتاً زندگی افراد رو از حالت نرمال خارج میکنه. به لحاظ روانشناختی مهمترین بخش پنیک اتک اینه که ما چیزی رو در ناهوشیارمون مخفی کردیم. روان انسان چیزی رو در خودش پنهان نگه نمیداره. با مکانیزم‌های دفاعی مثل انکار، مثل سرکوب، مثل جابجایی اونها رو برای مدت محدودی نگه میداره. اما یک روزی میرسه که باید برون ریزی بشن. وقتی که ما پنیک اتک رو تجربه می‌کنیم، مرزهای بسته ناهوشیار ما برای لحظه‌های بالا میرن. در واقع روان ما نیاز به برون ریزی داره تا خودش رو آروم کنه و بتونه زندگی نرمال داشته باشه. درمان پنیک چیه؟ بسیاری از اختلالات اضطرابی لاین اول درمانشون دارو درمانی هست. اما درباره پنیک اینطور نیست. برای درمان پنیک لازم نیست که کاری بکنی.
لازمه که کاری رو نکنی. اون کاری که نباید انجامش بدیم در واقع اجتنابه. ما به جای اجتناب باید با محرک هایی که روان ما رو تحریک میکنن و باعث برون ریزی اون میشن روبرو بشیم. خط اول درمان پنیک اتک، روان درمانی، مدیتیشن، بادی اسکن مدیتیشن، تنفس های شکمی عمیق و شناخت بدنمون و رابطه بدنمون با اضطراب هست. این بسیار مهمه به خاطر اینکه پنیک اتک در واقع داره به ما یک آلارم میده و بدن ما داره اون آلارم رو به ما نشون میده. پس اجتناب با مواجهه در واقع فقط خاموش کردن این آلارمه، در حالی که ما میخوایم به این آلارم توجه کنیم. میخوایم ببینیم سنسیشن هامون، بدنمون که داره احساساتمون رو نشون میده داره به ما چی میگه. بنابراین پنیک التماس و فریاد بدن و روان ماست برای شنیده شدن. بشنویمش، عاشقش باشیم و ازش مراقبت کنیم. مراقب خودتون و مغزتون باشید.